با سلام سنت الاسلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خیر مقدم میگویم. به هر صورت این سیمپوزیوم برگزار شد سال 2009 و سال 2010 انتخابات پارلمانی برگزار شد. اینجا نکته خیلی مهم است دوستان اهمیت بدهند. در انتخابات پارلمانی بدون شک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز بود. ما اکثریت آرا را گرفتیم. این را من تنها نمیگم که رئیس حزب هستم. این را پروتکل های امضا کرده کمیسیون انتخاباتی میگویند. اون که در دست ما نسخه هاش هست، بعد اون پروتکل ها را عوض کردن با سپارش دوشنبه و دیگر پروتکل ها را آوردن نشان دادن. اما نسخه اولی پروتکل ها در اون کمیسیون هایی که حالا فرمان دوشنبه به آنها نرسیده بود به دست ما دادن نسخه‌اش رو. در اونجا معلوم است، مشخص است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکثریت رأی رو گرفته بود. بعد ما این پروتکل ها رو سیدی کردیم و برای ارشیو نگه داشتیم. اما وقتی که امام علی رحمان دید که انتخابات مردمی رو باخت و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیروز شد، او یک فکر کرد، یک فکر خیلی غلط داد. به این نتیجه رسید، شاید مشاوراش گفتند، شاید اکسپرت ها با او گفتند که آنه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی پیروز شد نتیجه همون سیمپوزیوم 2009 بود درباره امام ابو حنیفه. چون این سیمپوزیوم جامعه تاجیکستان را گویا بیشتر به سمت دین برد، دیندار کرد و نتیجه همین شد که نهضت اسلامی تاجیکستان فایده بیشتر از این سیمپوزیوم ابو حنیفه و سال امام ابو حنیفه به دست آورد و در انتخابات پیروز شد. در صورتی که تحلیل اکثری کارشناسان از آن جمله خود من در این است که نه اینکه سیمپوزیوم امام ابو حنیفه یا اینکه بلند برداشتن جایگاه دین، جایگاه مذهبی ابو حنیفه و حنفی در جامعه باعث پیروزی ما شده باشد، بلکه برنامه ما بود. از یک طرف که ما یک برنامه بسیار خوب سیاسی و اقتصادی را پیشنهاد کردیم، در داخل حزب جوانگرایی کردیم، چهره‌های جدید را آوردیم، با مردم بسیار ملاقات کردیم، رفتیم به منطقه از بدخشان شروع کرده تا زرافشان و تا ختلان و ملاقات ها کردیم و مردم از یک طرف برنامه ما را پسندید، کادرهای ما را شاید پسندید، از طرف دیگر از در سر قدرت ماندن یک حزب، یک شخصیت به طور طولانی یک کمی خسته شد. در تمام دنیا همین است که یک نفر اگر در حکومت بیشتر بماند هم از او خسته میشوند، از اون جمله از حزب حاکمی تاجیکستان، از پرزیدنت و از دیگرها هم. این بود که مردم آمد به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رأی بیشتر داد. اما تحلیل های جناب رحمانوف، امام علی رحمان و اطرافیانش این بود که سبب اصلی در آن است که بیداری دینی در جامعه بیشتر شد و گفتن که این اشتباه ما بود که ما سال امام اعظم برگزار کردیم و سیمپوزیوم بین المللی کردیم و اون پروتکل 3220 روی کار آمد، قبول کردن با امضای خود امام علی رحمان که دیگر علیه دین، علیه مسجد، علیه مدرسه و از اون جمله حزب نهضت و علیه علما و مشایخ مبارزه آغاز شود به همه دستور داده شد و از همون وقت شروع کرده دیگر در برنامه مبارزه علیه دین، علیه اسلام و علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستور کاری تمام ساختارها قرار گرفت با سپارش خود امام علی رحمان.